هیچ عنوان این 4 اشتباه رو در حق بچت انجام نده. شماره 1، بچه‌تون رو با بچهای مردم مقایسه نکنید. همیشه یکی دیگه هست که باهوش‌تر و زرنگ‌تره. نزن تو سر بچت. اینجوری فقط عزت نفس بچت رو داغون میکنه، یه بچه داغون میفرستی توی جامعه. شماره 2، فکر نکن پدر مادر خوب بودن یعنی اینکه مثل پنگ که دور بچت بچرخی و هر چی بهت میگه بگی چشم. تو داری یه بچه ناتوان و بی ارزه تو دل جامعه میفرستی که قطعا شکست میخوره. شماره 3، با پسر بچه ها سخت کوشی و تلاش بیشتر و با دختر بچه ها محبت و عشق را تمرین بکنید، چون وقتی وارد جامعه میشن اون پسر باید با تلاش و پشت کار یک خانواده رو اداره بکنه و نباید دختر تو به خاطر محبتی که تو خونه تو ندیده فقط با یک دوست دارم ساده اسیر یک عشق و یک رابطه اشتباه میشه. شماره 4، همه اشتباه میکنن، بچه تو هم اشتباه میکنه. لطفاً بچه تو بابت اشتباهش سرزنش نکن. نذار فکر کنه اشتباه کردن پایان بازیه، بهش یاد بده وقتی بازی تموم میشه که اون دست از تلاش برداره.